اخبار آزادی را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ می‌بینید که به طور زنده پخش می‌شود. امروز 15 اپریل است. در برنامه خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان را خلاصه می‌کنیم. سرخط خبرها: 27,000 سامانی جریمه یا 10 سال زندان برای دزدی برق. امامعلی رحمان قانون نو را امضا کرد. روسیه می‌خواهد طالبان افغانستان را از رویخط سازمان‌های دهشت افکن بیرون کند. آیا موقع تاجیکستان هم در نسبت این جنبش تغییر خواهد یافت؟ و ما موقع امریکا و اروپا را دستگیری کرده هستیم. ساختمان استراحتگاه در کنار آبانبار و نیروگاه بزرگ. مقامات نارنگ میگویند ساکنان نباید تنها برای خود و خانواده‌شان آسایشگاه سازند. در فصل تابستان درو کشوده باشند که مردم استفاده برند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 اپریل الواه‌ها را به کدکس جنایی امضا کرد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27,000 سامانی جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. تارنما یا وبسایت پرزیدنت خبر داد که هدف از قبول قانون نیکواحوالی شهروندان است. قبلا پیشنهاد جزای جنایی برای دزدی برق در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به میان آورد. قانون بعد نشر شدنش در روزنامه‌های رسمی مورد اجرا قرار می‌گیرد. از این پیش مجلس ملی و مجلس نمایندگان روز 11 اپریل طرح جزا را برای دزدی یا استفاده غیرقانونی برق تصویب کرده بودند. جلسه به حضور خبرنگاران رسانه‌های مستقل گذشت. از این رو معلوم نیست که اعضای پارلمان درباره سخت‌تر کردن جزا برای دزدی برق بحث کردند یا نه. پیشنهاد جزا برای نپرداختن پول برق روز 27 مارس در جلسه حکومت از زبان پرزیدنت امامعلی رحمان صادر شد. بعد کمتر از یک هفته 2 اپریل مجلس نمایندگان پیشنهاد پرزیدنت را جانبداری و با کدکس جنایی تغییرات وارد کرد. موضوع را با یک خبر از کشور همسایه ادامه میدیم. 10 سال پیش زمانی که اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان بر حیات بود، برای یک روزنامه‌نگار غربی تحقیق کردن و نوشتن کتاب درباره جامعه و رژیم سیاسی این کشور آسیای مرکزی آسان نبود. از این رو کتاب سراب ابریشمی روزنامه‌نگار جوانا لیلیس دستاوردی به اصطلاح ازبکستانی نو دانسته می شود. همکارم کیومرث سیاتا در این باره تفصیلات دارد و با ما اینجاست. کیومرث، این کتاب بازگوی چیست؟ عبدالمومن، پیش از همه ما یک باب یا فصل کتاب را درباره وضع آزادی بیان در ازبکستان دیدیم و به گمان است که در تاشکند از آن افتخار کنند. کتاب جوانا لیلیس نشان میدهد که وعده های داده شوکت میرزیایف که سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید چگونه از بین می روند. برای مثال روزنامه‌نگار انوره صادقова نقل کرده است که ماه می سال 2020 وقت سربند سردابه در ازبکستان رخنه شد و او به جای حادثه رفت، مردم آنجا میگفتند که همه چیز خوب است و تاکید میکردند که ضرر ندیدند. صادقова نقل کرده است که مسئله را ژرف‌تر گفت و معلوم شد که مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات لب به شکایت نکشند. زمانی که صادقова درباره کوشش مقامات برای پنهان کردن معلومات در فیسبوک در شبکه فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش دیگری او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت عمری دراز ندید. انوره صادقова به جوانا لیلیس گفته است با سبب فشار و ایراب یا که شانتاژ از بحر کار گذشت و این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می‌دیدند تا راه شوکت میرزیایف را برای طولانی ماندنش در قدرت هموار کنند. البته در این کتاب خبرنگاران دیگر هم سرنوشت خود را قصه کردند، ولی اکثریت بفاش کردن نامشان. در هر صورت بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف کیومرث در کشور همسایه تاجیکستان گفته می شود بعض دیگرگونی شده است. از جمله بعضی زندانیان رها شدند و بلاگران زیادی به میدان آمدند. مؤلف در این مورد اشاره کرده است یا نه؟ بله عبدالمومن، مؤلف هم گفته است که در سال اول حکومتداری میرزیایف زندانیان سیاسی دوران اسلام کریموف آزاد شده پس از 2 دهه خبرنگاران به محبس نرفتند. اما 6.5 سال زندانی شدن بلاگر آتابک ستاری در سال 2021 این آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس در ازبکستان کم نشد، برعکس سلسله قانونهای سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گرداند.
جوانا لیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش‌ها البته تا جای منطقی است، چون به گفته او فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد بنابر ذهن رهبران خودکامه به رژیم آنها تهدید می‌کند. کتاب لیلیس این اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می‌دهد. از این پیش کتاب ازبکستان نو با زبان لهستانی در شهر ورشوا یعنی در لهستان نشر شد. جوانا لیلیس خبرنگاری مجله اکونومیست از سال 2019 تا سال 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیا یا که پروانه کار داشت، اما دیگر به او اجازه کار ندادند. سراب ابریشین این کتاب دومی او درباره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اولش سالهای تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد، ولی همینجا باید اشاره کنیم که هنوز درباره تاجیکستان کتاب نشر نکرده است. تشکر کیومرث. بینندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر درباره کتاب سراب ابریشمی جوانا لیلیس را میتوان در سامانه رادیو آزادی پیدا کرد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. ایالات متحده آمریکا جایزه برای پیدا کردن چند رهبر گروه طالبان را بیکار کرد و روسیه هم تصمیم دارد این گروه را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. برخی از کشورهای منطقه این کار را انجام دادند. تاجیکستان که در ابتدا مناسبت خوب با حکومت طالبان در افغانستان نداشت، در 2 سال اخیر رابطه‌هایش با این گروه را بهتر کرده است، ولی از کمترین کشور منطقه است که هنوز هیچ قدمی عملی برای بیرون کردن این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی نگذاشته است. همکارم ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف در این باره با کارشناسان صحبت کردند. دادگاه عالی روسیه روز 17 اپریل در اینجا تصمیم میگیرند که گروه طالبان را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کنند یا نه. اگر جواب مثبت شود، پس تاجیکستان از کشورهای کم شماره در آسیای مرکزی و میان شریکانش در سازمان‌های منطقه‌ای خواهد بود که این گروه را همانا در فهرست سیاه نگاه می‌دارد. تاکنون قزاقستان و قرقیزستان نام طالبان از قطار گروه‌های تروریستی گرفته، پرزیدنت ازبکستان گفته است که افغانستان را نباید تنها گذاشت و به آن کمک کرد. موضع‌گیری بعدی تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ سیف الله سفرов، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، از احتمال دور نمی‌داند که تاجیکستان نیز به اقدامی مانند دست بزند. شاید این از وضعیت ژئوپلیتیکی و سیاسی منطقه وابسته است و همچنین جهان. برای اینکه می شود که مثلا امریکا و اروپا مناسبتشان دیگر میکنند، حالا آنها به این خلاصه نآمدند و ما موقع امریکا و اروپا را دستگیر کرده ایستادیم. تحولات اخیر ژئوپلیتیکی و توجه دوباره به افغانستان در حال صورت میگیرد که تاجیکستان همیشه از فعال شدن گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران است، جایی که از تابستان سال 2021 تا حال گروه طالبان حاکم است. Крайнюю озабоченность нашей страны нынешней обстановкой. نگرانی شدید کشور ما از وضع حاضره گسترش یافتن فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در این کشور است. همچنین ما را جابجا شدن جنگجویان سازمان‌های تروریستی از جمله به اصطلاح ایدئولوژی آنها از منطقه شرق نزدیک در افغانستان نگران کرده است. из региона Ближнего Востока в Афганистан. برخی از کارشناسان هر گونه سیاسی سازی رابطه با طالبان را خبری بده برای منطقه می دانند. من گمان میکنم که بسیار آگاهانه و عاملانه تاجیکستان در قبال طالبان داره تصمیم میگیره. طالبان نمیتونن به عنوان یک گروه که به هر دلیلی حالا بر افغانستان حاکم شدن طرف معامله و رابطه دراز مدت با کشورهای همسایه قرار بگیرن. این گروه بسیار بسیار خطرناک است. حتی اگر شوروی روسیه تصمیم بر بیرون کردن این گروه طالبان از لیست سیاه بگیره، باورم است که این تصمیم دیری نخواهد پایید. تحلیلگران این نکته را هم از احتمال دور نمی‌دانند که تاجیکستان شاید زیر تاثیر شریکانش در منطقه از جمله روسیه و چین مجبور خواهد شد که سیاست عمومی را در برابر طالبان بپذیرد. اما حد زده می شود که ظرفیت‌های افراط‌گرایی در منطقه موجودند که این کار می تواند
گروه‌های تروریستی را به داخل این کشورها بکشاند. این بزرگترین خطری است که میتونه کشورهای آسیای میانه و به تبع آن تسلط روسیه را در بلحاظ امنیتی در این مناطق تهدید بکنه. این کشورها ظرفیت‌های بنیادگرایی قابل توجهی دارند. اگر طالبان امکان دسترسی و فعال ساختن این ظرفیت‌ها را پیدا بکنن، شما دیگه تاجیکستان آرام نمیبینین، شما ازبکستان آرام نمیبینین. این کشورها با یک جبهه بسیار خطرناک بنیادگرایی مقابل خواهند بود. تاجیکستان صرف نظر از همکاری‌های آشکار و پنهان که تاکنون با حکومت طالبان در افغانستان دارد، هنوز این حرکت را در فهرست سازمان‌های ممنوع و تروریستی نگه داشته است. هرچند سفارت افغانستان در دوشنبه تاکنون در اختیار سفیر پیشتر کابل است، اما کنسولگری افغانستان در خاروخ بارها اظهارات داده است که زیر حاکمیت طالبان فعالیت می‌کند. همچنین تاجیکستان صدها نفر را برای همکاری با طالبان و گروه‌های تروریستی زیر حاکمیت این سازمان به زندان کشانده است و مجازات کرده است. میرویم به شهر نورک که با نیروگاه و آبانبار بزرگش در تاجیکستان معروف است. مقامات این شهر تلاش دارند که نورک را به یک منطقه دوست داشتنی سیاحی و استراحتی تبدیل دهند. این شهر زمان شوروی در دو کنار رودخانه وخش ساخته شده است و حالا آنجا بیش از 100 استراحتگاه بنیاد کردند. مقامات میگویند این آسایشگاه‌ها نباید عائلوی بلکه به همه ساکنان دیگر برای استراحت دسترس باشند. همکارم محمود جان رحمتزاده به نورک رفت و این گزارش را آماده کرده است. کنار رودخانه وخش بنیاد مکان‌های استراحتی در شهر نورک در اوج است. اما مقامات میگویند هر صاحبکار فقط در فکر خود و عائله‌اش نباشد. همون قسمتی که برای استراحت و فراغت استفاده می‌شود، سرمایه‌گذار یعنی صاحبکاری که می‌تواند با امکانیت نه تنها یک تا که علاقه ساختمان شده دو فرزند دارد در سال یک مرتبه میآید و میرود. بگذار در فصل تابستان درو کشاده باشند که مردم استفاده برند. هدف این پیشنهاد رشد جهانگردی گفته می شود، ولی معلوم نیست پذیرفته خواهد شد یا نه. بعضی از صاحبکارانی که در لب رود وخش بنا می‌سازند در این باره گپ زدن نخواستند. از سال 2015 توجه سیاحان داخلی و بیرونی به شهر نورک افزوده است. این منطقه 100 استراحتگاه دارد و اکثرش خصوصی است. رئیس شهر میگوید در اطراف رودخانه وخش دیگر جای خالی نمانده است. حالا نقشه دارند در اینجا یک آسایشگاه کلان سازند تا درش برای همه باز باشد. ما میخواهیم به مانند یک آسایشگاه کلان شود که مردم در مجموع خدمت رسانیده با مردم تواند از تمام شهر نوحه مملکت، یعنی لایحه‌ای که در خود سطح خود بهارستان یعنی ولایت سوغد است به همون شکل ما دیدن میخواهیم که با امکانیت پیدا کردن سرچشمه‌های بیرونه به همین شکل ما انفراساختار کنیم. شهرداری حضیره نورک میگوید رونق دادن گردشگری را از سیاحان خودی آغاز میکنند. فیروزه شریفی شهرداری سابق نورک پیشتر سیاحان داخلی را سخت تنقید کرده بود. او میگفت سیاحان خودی به جای فایده برای شهر مشکل میآفرند. اشاره‌اش به پرتوهای زیاد بود. ما باید که از همه پیرامونهایی که در صدی راه میشد باید ما برکنار کنیم، یعنی که اول باید که سیاحان داخلی ما باید بیشتر کرده شود. اگر سیاحی بیشتر کرده شود اون بسیار خوب است. تاجیکستان جهانگردی را یکی از هدفهای مهم تا سال 2030 اعلان کرده است. مقامات امید دارد که با جلب سیاحان تجارت خرد و میانه را رواج میدهند. بعضی از کارشناسان میگویند ظرفیت سیاحی تاجیکستان هنوز پورا آشکار و معرفی نشده است. در گذشته بعضی از سیاحان خارجی از صفت خدمت رسانی دغلی کارمندان فرودگاه و ناظران راه شکایت کرده بودند. رستم دولایف آوازخوان شناخته تاجیک در ایتالیا دوره‌های آموزشی اپرا را راه اندازی کرده است. این آوازخوانی اپرا که امروز 57 ساله شد از شماره سرایندگان سرشناسی تاجیک مانند ادهم خالقov و شاهرخ یونوسف است که در صحنه تئاترهای ایتالیا مکانی اصلی اپرای جهانی شهرت یافته است. سپاس که ما را تا این لحظه تماشا کردید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.